دو مسئول کمیسریت حربی ناحیه حصار برای جلب مجبوری سیاد حلیموف به خدمت عسکری به جوابگری کشیده شدند. یک مقام دادستانی حربی گارنیزون دوشنبه روز 17 می به رادیو آزادی گفت که علیه سعدالله ابراهیموف و کاپیتان شریپوف پرونده جنایتی باز شده، تفتیش قضیه ادامه دارد. نزدیکان سیاد 24 ساله ادعا دارند که گوشش ناشنوا و یک دستش کج بوده، ولی در آخر ماه اپریل از طریق ابلاغ به کمیسریت حربی برده شد. همصحبت ما در دادستانی حربی گارنیزون دوشنبه هم گفت بعد بررسی عریضه نزدیکان سیاد حلیموف معلوم شد که سعدالله ابراهیموف با استفاده از وظیفه و به اجازه صاحبخانه وارد منزل استقامتی شده حلیموف را به کمیسریت حربی برده است. در حال حاضر سعدالله ابراهیموف بر اساس ماده 147 قسم 2 یعنی غیر قانونی در آمدن به منزل متهم شده تا 2 سال محرومیت از آزادی را پیش بینی می کند. همچنین به اطلاع مقامات دادستانی حربی گارنیزون شهر دوشنبه، کاپیتان شریپوف سردار زیرشعبه دعوت و تیاری جوانان به ارتش کمیسریت ناحیه حصار بر اساس ماده 391 قسم 1 یعنی برآمدن از حد وکالت‌های منصبی عیبدار می شود. در صورت ثابت شدن این اتهام محروم ساختن از آزادی به مهلت 5 سال تهدید می کند. تا حال این دو مسئول کمیسریت حربی ناحیه حصار و وکیل دفاعشان درباره قضیه اظهار نظر نکردند، اما بدرالدین سفرعلیف امک سیاد روز 17 می این خبر را تصحیح کرد و گفت که از دادگاه می‌خواهند برای چنین رفتار کارمندان کمیسریت مجازات شوند. نزدیکان سیاد حلیموف میگویند هرچند گوشش ناشنوا و یک دستش کج بوده، بر علاوه حجت حربی هم داشت، ولی از طریق ابلاغ به کمیسریت حربی برده شد. یک شبانه روز در آنجا نگهداری گردید. در وزارت دفاع تاجیکستان جلب مجبوری سیاد حلیموف را رد کرده و گفته بودند که امکان خدمت او در قطار نیروهای ذخیروی مسلح کشور مشخص شده است. طبق فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان در موسم دعوت بهاری سال جاری، جوانان سال تولدشان 1990 و 99 به خدمت در ارتش کشور جلب کرده می شوند. در تاجیکستان مسئله دعوت به ارتش مسئله به اصطلاح جنجالی است، چون تعدادی از جوانان از خدمت در صف ارتش خودداری می کنند. بدرفتاری در صف نیروهای مسلح و آزار سربازان یکی از عامل‌های پرهیز جوانان از خدمت در صف ارتش تاجیکستان دانسته می شود.